استاد دو سوال بود. یکم سوال این است که اگر آدم از نادانی گویان در گذشته بعد از آنی که زنک یک بار یکم تولد میکند باید 40 روز یعنی که پاید، درست؟ نه بله وابسته از آنی که بر وقت اگر از حیض پاک شود. بله از نادانی بعد از آنی که زنک پاک شد هم خوابه شد و بعد از چند مدت فهمید که ممکن نبود است، یعنی که باید 40 روز باید پایی. در این حالت ما چیکار کنیم استاد؟ نه کفاره میتی یگان صدقه میکنی باید توبه کنیم، چیکار کنیم؟ اگر زن مثلا در 30 روز پاک شده باشد یا 35 روز بعدی پاک شدنش نزدیک شده باشد، بعد این دیگه خون نبیند هیچ گپی ندارد. لیکن سبب این که وقتی که یکم فرزندش باشد تا 40 روز نماز هم نخواند و نزدیک هم نشود برای آن که احتمال است که 2 روز 3 روز کنده شود و با بیاد، چون که نفاس در 40 روز باید بیاید. اگر دیگه نآمد مثلا بعد 35 روز دیگر نآمد، همین کتی پاک شد، بار اول و عوف است. لیکن از سال آینده الکی میداند عادتش را، یعنی غالبا باید همون عادت کتی رود. 35 روز که شد و با پاک شد فرزندی آینده، اون طرفش نماز خوانده میگیرد، یعنی پاک میشه. فهمیدید؟ یعنی مادامی که اگر بعد شما نزدیک شدنتان خون آمده باشد هیچ گپی ندارد. اگر خون آمده باشد بله 1 دینار صدقه میکنید. 1 دینار یا نصف دینار گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. 1 دینار علما گفتن که برای آن آدمی که در بین یا در ابتدای حیض نزدیک شده است، 0.5 دینار برای آن آدمی که همین روزی پاکشویش نزدیک شده است، خیلی 4-5 روز گذشته است و صبر نکرده است، این آدم 0.5 دینار میتید گفتن. 0.5 دینار، 1 دینار 4 گرم و 25 میلی گرم طلا حساب میکنید. یعنی تقریبا 1 گرم طلا اگر 70 باشد 4 کره 70 و 25 میلی گرم دیگه هست، یعنی ما تقریبا 300 گرم حساب میکردیم، $300. اگر طلای 70 حساب کنیم بله $300 1 دینار میشد. اگر 0.5 دینار $150. بله این هم در حیض و هم در نفاس هست، یعنی هر دوش یک چیز است.